آدم مریض مزه متوجه نمیشه فقط میخوره. دنبه ریختی نه؟ قاسم بس علاقه داره به پدرش عکسش گذاشته. این مثلا کاردستی ژاپنی هست. این کلا طبیعیه. اینم آموزشش تو کانال هست. آخه میدونی نگین این سومیه اونا بقیه رو خورد. سعید صاف کنه که لیدی داریم داغ نباشه نسوزه سینی اینجا بچه اونا رو ببرن اینا رو داشتن تو سینی که همونجوری بچن آب خوردیم، قهوه خوردیم، همه چی خوردیم، همه چی هم خودمون داریم. چطور خیلی خوشمزه. بفرمایید. من صبح اینو خوردم تو راه گفتم میدم صبح. آره به خدا. سفید بود دیگه. دستتون درد نکنه. گنگکه دورو خاشخاشه برشته. وای سلنگی داده من گفتم این در دفعه گفتم این شب آخر شب یادم بود اومدم پارکی چمدون بندن جا من یادم بود ولی گفتم خیلی سلام علیکم. در رحمت الله. سلام حال شما ببخشید دستم پیسه. آب خوردیم، قهوه خوردیم، همه چی خوردیم، همه چی هم خودمون داریم. بالاخره مجبور میکنی. نه میگه که به خانم‌ها میگه که حتی کنجکاوی نکنید به شوهراتون. گفتم کامل خواهر چی شد؟ آها خواهرش هم 6 سال پیش شوهرش مشروب می‌خوره میشینه پشت ماشین تصادف می‌کنه. دسرمو دوباره گذاشتم توی فر که گرم شه و اون حالت ترد بودنشم دوباره پیدا کنه. ببینید شلوار کتم مال 12 سال پیشه هر کسی می‌پوشه سایزشون میگم می‌خواد ببینم پا سفره‌ای یا آبگوشت من 6 مدل ترشی گذاشتم. بورس ترشیایی. آره بنه شور انبه ترشی شیرین انبه ترشی روغنی رو آخر سر می‌ذارم. این ترشی 3 شیرمه. ترشی فقط ترشی نه خودم. همه رو درست کردم آموزشش رو گذاشتم. من. کدوم مصیر شما؟ بله اینم مصیریه که با هم گذاشتیم. اینم آموزشش تو کانال هست. خیارشورام هم تازه هست. سفره همه حاصل خودمه. سبز خوردن رو من بیارم. پیازم آماده کنم. کدوم نریختم؟ آها مصیر شما. مصیر؟ نریختی هم مصیر منو بز بمونه. خیارشور خود درست کردی؟ گلپر و سماق و نمک و لیمو هم خود کاشتی؟ کاش میشد. اینجا هم گلپر و سماق و چیز آماده کردم. اصلا بو نمیده. دارچین ما محلیش هم میگیریم بو میده. میده. به خاطر
با اونجا میبینی همه جا خشکه آب و هواش. خشکه نباش میمونه برم سراغ آب گوشته؟ آب گوشت تو فره دیگه نه آب گوشت به ببینم آبگوشت رو بس مامان بخوریم تایید میکنی؟ کار کردی با یه آبگوشت واقعا امروز گوش شده بودن از شما درست کرده بودی خیلی آبگوشت قشنگیه همچون مامان درست میکنه ما میخوریم نه دیگه شما دیگه کم کم استاد شدید دیگه دستپختش وقت شما غذا فانتزیتون خیلی خوبه من بلد نیستم عالی همه چیزش آنی اندازه است به خدا فقط آره موقع کشیدن این چربی رو برداریم که کم کم یکی کم برزیم تو کاسه مثلا میخواد داره ما مقابله رو بذاریم بغل میز بکشیم یا نه کاسه کنم سرد نشه من میگم این کاسه با اون کاسه چرا این کاسه اون کاسه بشه میکشیم دیگه تو کاسه یعنی توی 2 تا کاسه گنده بکشم یا نه تو کاسه آبگوش خوری یا مستقیم نه 2 تا کاسه میذاریم هر کی آبگوش هر چقدر میخواد بکشه این چربیش هم جدا میذاریم که خودشون بزنن آخه دیدی بعضی میگه ما چربی آبگوشت رو نمیخوایم ساده بده ولی ما هم که چربی خوریم چربی آب دنبال خور هر وقت گشنتون بود بگید غذا حاضره هر وقت ببین غذا بهشون نمیدی هر موقع من اوکی دادم حالا انگار همیشه میگه ولی نرگس اگه نهار خواست حتما بهش بده هر وقت خواستید همش حاضره نرگس یه دونه منه نه لیست کردم خوب شد شما اومدید با مریم خانم صحبت کردید من همه رو آماده کردم بله نرگس یه دونه منه دختر بابا بله دختر بابا زنده باشید اصلا نفهمیدم یه شب نشسته بودم در تو مشما چیزی که ماما اینو بگی چی ماما بهتونم میاد نه سبز بهش میاد برای چشمشون روشنه دوره هم سرویس سبز خریدی چشمشون روشنه گفتم میره این دیگه خیلی هستم همین اینجا گرفتی؟ نه اینجا تو نارسیس حراج خیلی قشنگی داره من میدونم دیگه از این چیزایی فرنگی سبز برای شما شما پرواده دوست داری من دیدم نمیدونم لباس گرفتم بودش یادم پروانه باشه تو سینی که بچه اینا رو ببرم اینا رو گوشم تو سینی که همونجوری بچرم ریز نکنیم باش خب پیازایی که برم اون و ببرم یکی اینجا بزن اینو هنوز باز نکنم آره خوش داشت اونا رو باید چیکار کنیم بچه‌ها کشی ببین دو کاسه آبگوشت رو من گفتم قابلم رو هم که کاسه یکی یک تا خوش میشه من قسمت ترشی ببرم اون باید ترشی رو میخوای سر میز باشه برداشتید من میذارم پایین من رفتم 7-8 تا صندوق چیز گرفتم انبه رو دستور شما درست کردم ولی نشد اونجور که مال شماست آخه انبه ها اینجا فرق داره همون چون که گفتی گرفتم آنی همون
سبزشو گرفتم، کالشو گرفتم. کار. آره ولی نشد اونجوری، یعنی هنوز سفته. حالا میتونستید ببرید براتون درست نه دیگه برسی. الان یک کلمه شیشه اونجا هم بدارم. فکر کنم بمونه بهتر میشه. پرشی که هرچی بمونه بهتر میشه. آره ولی سفت شد مثل مالی نرم نیست. بکنم یه جوش میدن من یه جوش میدن بعدن چیز بعضیاشو آره سایده بعضی ها رو نه باعث جوش آره ولی این مدل که الان تو سفره ما اینو پایین بذار اینا جوش داده است. آره نرما همه جوش داده. این جوش نداده بالاخره خودمون رسوندیم به آبگوشت. خیلی خوب شد برای من. خیلی آره روشن بود یه ذره دوباره تو این سن فامیل جدید پیدا کردم. حواسم برش بود ببینم خوشبویی دارم بکشم الان؟ نه در این روغن از روی یه ذره بدم سعیده صاف کنه که لیدی دادیم داغ نباشه موقع نسوزه این روغنشه یه روغن دیگه بکشم که دو طرف باشه. این گوشکوبیدا هم چون ظرفش کلا گرمه حالا سر سفره گرمه خیلی هم عالی. این غذا رو بگو باید چی کار میکردیم که نمیشه. فردین میخون برامون برای آبگوشتمون میکوبید و میخون و نمیشه ما هنگا رو میزنیم که. خب بیا اینجوری من از چرمی چقدر هم داغه بچه ها جای همه تون سر خیلی اندازه زیاد درست نکرد آنی به من نکنه. من از روغن رو اینا میخوام بدم. من آره رفتیم ترکی و درست کنیم. قرمه سفره یه هفته نمیشه دستتون درد نکنه مرسی. کجا میگم خارج استانبول میتونیم ماشین بگیریم بریم به استانبول یا آلانیا یا آنتالیا یا بودروم کجا رو بگیریم؟ بذاره میذارم کوچیک الان میذارم بقیه رو پایین اینجای همه باز میشه. چشم بودروم خیلی جیبیلیه ها خوش بزرمی مثل آنتالیا است ولی بودروم جیبیلیه اونجوری ساحلش که مثلا زیاده پایین سفره پایین هم داریم مثل آنتالیا مثل آلانیا مثل بودروم دیگه همه میدونن خوش بزرمیه ببرم الان خیلی تلاش کردم گرم بمونه میخوام تا گرمه بخورم خیلی گرمه. دنبه ریختی نه؟ روغن دنبش جداست مامان جدا کشید کار درست شریف که بیشتر ترشی میخوام. ولی وقت دیگه ترشی نمیخوام. مامان یکی هم اینجا بذارید این الان گوشت کوفیده سه دیگه تا بابا ایول ولی ملاقا خود نمیگیری بله دست درست بفرمایید علی حسین آقا دیر رسیدن. بستگی در والدی خیلی خوشمزه نوشید. تا همه از خواب بعد از ظهر بیدار بشن من یه چای کرک آماده کردم که با قهوه ترک میخوام یکم ترکیبش کنم.
شیرام توش بیاد تو این درست کنم. اینم قهوه‌ایه دیگه، همش نمیزنم. این چیست؟ این چای کرک قهوه، یعنی طعم قهوهش غالبه. این یه جوری دیگه هم میشه ریخت. میدونی چه جوری؟ چجوری؟ مثلا سر نمیره، زمان بیشتری میزم تو این و تو دیدی؟ شما تا دسر بودم ببخشید شما همه دست درد نکن. بازم میارم میگم گوشواره میگم اینقدر خریدم این بالای نارسیس یه دونه فروش. سلام. دیگه کدوم میخوایی؟ من نمیخواستم. بفرمایید بفرمایید بالای نارسیس اینه بفرمایید. نم آقا شما مرسی. من بفرمایید. نمیخوام. اینو به تیکه کنم بچه‌ها. اگه بمونه میخورم ها. محمد آقا شما دست شما در کجا میشینی؟ با خوش من برم دارم میشه مامانت برو. دست در من که بیبونم بچه ننه ای اون سیبان بود. نارسیس خیلی تنوع. به چی درست کردی عروس خانم. حالا با این بخور قاسم آقا. الو چند زدم گذاشته. دیگاری که چنگول گفته با به شما نه همه چنگال دارم. الان میدم به همتون. بعد ببینم چیز نداری؟ چنگال هست اینجا. شالم نمیشه. اینا یه شیرینی مخصوص خاله یه توضیح برای من بده. هانی چقدر خوشگله. این یه شیرینی یونانیه، دسره. بعد ترکیبش مثل باقلوا صدقان و چند بود؟ ماکارونی خودمونه. یه مقدار اون کاسه و وسطش فرق داره. خب حالا خمیر هزار لایه است باقلوا. آره. آسان خودت میخوری؟ آره دستشون درد نکنی. خیلی عالیه. آره شیرینی هم میخورم. یه شیرینی گرم و لطیفه. آسان ما چنگول نمیخوای؟ چنگال اونجاست برای این هم که قهوه نه اونا چنگول اینجاست. چای کرک قهوه یعنی چای کرک من خوردم تازه میپرسم که قهوه بود. حالا این مریض مزه متوجه نمیشه فقط میخوره. یه کوچولو به من بعد تازه بده. هرچی دوست داری خیلی رو چند. که برات بعده اون موقع میخوای بیشتر بخوری. من همیشه بیشتر با غذا خیلی کم ترشی میخورم. حالا امروز انواع اقسام ترشی ها هانی آورده بود. منم همش رو عوض کرده بودم. من نخوردم. خوب کرد. بس که سرفه میکردم. دست در نکنه. توش با آرد سمولینا درست شده، شیر، زرده تخم مرغ و تخم مرغ، زردش باید بیشتر بشه. بعد ترکیب خود اصلی خوردن به من نمیدن. ببین نشاسته ذرت که لطیف ببین. ترکیبش زدم با پنیر. جلو مادرش ببینید کی یاده بود. آره نگو مامان سمولینا درست میکنن، نوشته دسر خیلی
به اروپا. ولی خب من این طعم پنیر رو خیلی خودم دوست دارم. واسه همین بهش یه ترکیب بین کنافه و کنوسا شما خیلی خوب درست کردید. میشه درست کرد. آنی چون یه کوچولو گفتم خیلی نمیتونم. آره خوب ماما دوباره بقیه‌اش به قول مامان یه مغازه بزنی فقط اینو بفروشی یا میگی مثل بمب اتم بمونه چی؟ ببخشید من خوشم بارونو چی با دیگه دفعه 180 درجه هوا عوض شد نگاه کن موندیم الان لیدی رو چکار کنیم؟ چرا؟ آورم پایین آره خیس باشه نمیشه؟ خیس باشه نمیشه نه؟ بابا مگه نه خیس نمیرسن خوبه بابات نیومده فهم بابات تو بادیت در بده نه من حسین رو میگی؟ من اینو نخوردم منو تورتریشون میخوام به شما دادم؟ بله به شما نهار دادم؟ پذیرش پنجره رو که انگار بود داره میاد. من پشتم قایم کنم اینجوری بیا اینجوری میخوام پشتم قایم کنم یه دونه دیگه بگیری آخه میدونی نگین این سومیه اونا بقیه رو خورد نگین من یواشکی بهش دادم پس نشه بازی نگین چون در حال رژیمه امکان نداره اصلا کامل اونو بخوره الان یه تیکه میخوای بقیه‌شو من میخورم به خدا الان تو حال در حال رژیمه نگین اصلا شیرینی نمیخوره مگه نه الان مثلا ناهار نخوردم که بدش همه اینو نه ناهار بیارید بهش بدید شیرینی نخوره خوب نیست زحماتش حالا بده اون آبش بده اینو ضرر داره نه از بوش پسندیدم خودم طرز تهیه‌شو نذاشتی تو برنامه بریم نگاه کنیم بیاد میشه که اون بود فوت کوزه‌گری و میرم نگاه میکنم نشون میدم علاقهش به این چیزاست باشه میرم نگاه میکنم برای این چی بود مریم این چی؟ این آلمانیه چی هست؟ اینم آداسه اینه همون آداکی که ما اشتباه میگیم ما میگیم آداک تو ایران ولی یه نفر دیگه از آلمان به من گفت ما اینجا میگیم آداسه این آداسه این است مال ما اوانتسه مال اتریشی بوق چی بوق؟ بودن آلمانی کدوم؟ بوق اینا رو نمیدونم ولی نگاه میکنم بعد اونجا یه چیزی هست فلو مارک بهش میگن چیزای قدیمی رو میرزن من این دفعه نگاه میکنم چیزای قدیمی پیدا کردم محمد خالی آره فقط سوقت خدا کیف کردم مریم خانم داشتن توضیح میدادن برای محمد چون میگن نگرد داری رو این فیلم ها عکس نگرد ما ببینید ردشید چشم الان اینو ما به اشتباه توی ایران از قدیم میگیم آداک خب مریم خانم تو دید گم آده آسف شرکت بیمه آلمان همه هم شناخت آره خیلی بامزه بود برای هم فیلمشو گرفتن بالاخره اینا که میگردشتی یه مهمون آلمانی داشتی که با تو محمد کدوم مریم خانم گفت اگه تو آلمان باشه چیز داره علامت هیتلر زندانی داره اونجا محمد عاشق این لوازم‌های قدیمی و ماشین آره انشالله اونم برات گیر میاره انشالله خب مریم خانم بله میگه حالا ببینید علاقه محمد اینم برای منه تو وسایلاشه درسته؟ فکر کنم برای آمریکا باشه آره ولی مال من بود والا آزادی الان برای شما اینم عکس باباش جوونیشو گذاشته بله قاسم بس علاقه داره به پدرش عکسش گذاشته مثلا کاردستی ژاپنی هست این کلا طبیعیه آخی
اینم من برات هدیه خریدم. یادته؟ یه ذره سبزیجات بذارم برای یه ماکارونی کوچیک البته بهم گفتن درست کن. همه گفتن نمیخوام. ولی خب باز بعد یه ذره یه کوچولو واسه بچه‌ها باشه برای شام. گوشتم داغ کردم. گفتن بعضی آخه گفتن اینو ازت برمیگرده تو. آره صدای اینجوری تق و تقش میاد بالا هست. خونک شده. همینه دیدی گفتم برمیگرده. نمایی یعنی من بکشمش با قابلمه این برتر؟ چی؟ قابلمه رو بزنم روش بکشمش وسط. آره؟ نه اینجوری میره گوشه است. بچه ها ماکارون آب گوشتم داغ کردم ها هر کدوم خواستیم. بیا فلاش کن. بزنید روی پسی. این ماکارون لیدی بیرون رو میبینی؟ چه باد میخوره موهاش خودم. هانی بله یه دونه اون کاج کریسمسی ها خوشگلا وسط اون میدونه کاشتن ببین. آره اون بزرگ خیلی قشنگ. دیگه نمیخوای؟ نمیای پایین؟ نه معلم نمیده.